سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد اینکه چرا کشورها از رنگ بنفش در پرچمشون استفاده نکردن و نمیکنن رو بهتون بگم. صد و 96 کشور در جهان هست و عملاً هیچ کدومشون از رنگ بنفش استفاده نمی‌کنن. چرا؟ رنگ بنفش روی پرچم هیچ کشوری در طول تاریخ استفاده نشده. به عنوان نمادی برای یک پادشاهی، تمدن یا امپراتوری رنگ بنفش چه اشکالی داره؟ این رنگ امروز بسیار رایجه. چرا هیچ کشوری از اون به عنوان رنگ پرچم استفاده نمی‌کنه؟ پاسخ واقعاً ساده است. رنگ بنفش در گذشته بسیار گران بوده. هیچ کشوری رنگ بنفش رو روی پرچمش نداره، چون توی قرن 19 رنگ بنفش ارزشش بیشتر از وزن طلا بود. در واقع ملکه الیزابت اول پوشیدن رنگ بنفش رو برای هر کسی خارج از خانواده سلطنتی منع کرده بود. برتر بودن رنگ بنفش در ابتدا در نادر بودن و قیمت اون رنگ داشت. مواد مورد نیاز برای تولید رنگی که برای ساختن رنگ بنفش استفاده میشد به شدت گران بود. شهر تجاری فینیقی سور در لبنان امروزی تاجران پارچه رنگ رو از یک حلزون دریایی کوچک که فقط در منطقه تایر در اون زمان یافت میشد استخراج میکردند. در دریای مدیترانه تولید بسیار کاربر و زمانبر بود. 10,000 حلزون برای ساختن 1 گرم رنگ بنفش لازم و چون فقط حاکمان ثروتمند میتونستن این رنگ رو بخرن و لباس همین رنگ رو استفاده کنن. به دلیل هزینه زیاد تولید این رنگ بود. امپراتوری های بزرگ روم، مصر و پارس هم از این رنگ در لباساشون استفاده میکردن. به خاطر گرانی رنگ بنفش دارای معنویت، تقدس بود. به دلیل اینکه پادشاهان و ملکه ها امپراتوری های باستانی اینو میگفتن، مردم هم باور داشتن، چون که اونا رو اغلب خدایان یا جانشین خدایان در نظر میگرفتن. با این حال گاهی اوقات رنگ بنفش برای خانواده سلطنتی هم بسیار گران بود. امپراتوری روم از قرن سوم به همسرش اجازه خرید روسری را نداد. ابریشم بنفش به این دلیل که به معنای واقعی کلمه 3 برابر وزن طلا قیمت داشت، در آن زمان نیم کیلو رنگ بنفش به ارزش 1.5 کیلو طلا بود که قیمت اون معادل $56,000 امروزه و فقط قیمت رنگ بنفش از نظر کیهانی بالا بود. هیچ کس، حتی ثروتمندترین کشورها، توان پرداخت اونو نداشتن و این رنگ رو روی پرچمشون نداشتن. 1 قرن و نیم بعد، در سال 1856 شیمیدان 18 ساله انگلیسی ویلیام هنری پرکین هنگام تلاش برای سنتز به طور تصادفی یک مخلوط بنفش مصنوعی ایجاد کرد که اون کنین که یک داروی ضد مالاریاست رو با مخلوط چند ماده شیمیایی مخلوط کرد و رنگ بنفش رو ایجاد کرد و روی پارچه استفاده کرد. رنگ رو به ثبت رسوند و اون رو تولید کرد. رنگ بنفش تولید انبوه شد تا همه بتونن اون رو بخرن. نخبگان ارزش دادن به رنگ بنفش رو متوقف کردن و جایگاه نمادین به مرور زمان محو شد، اما پرچم کشورها به همین شکل باقی ماندند. پس از سال 1900 پرچم‌هایی از گروه‌های کوچک درست شد و به رنگ بنفش. به پایان این مطلب رسیم. امیدوارم براتون جالب بوده باشه. گاهی اوقات ساده ترین سوالات جالب ترین پاسخ را دارن. برای ویدیوهای جالب تر مثل این لطفا ما را سابسکرایب کنید.